از پیشنهاد ریاست جمهوری اسرائیل و انیشتین تا شهری تاریخی که نامش دل مسلمان و یهودی و مسیحی را می‌لرزاند. نکات جالب و شنیدنی در مورد اسرائیل که شاید تا حالا نشنیده باشی. در طول تاریخ اورشلیم دست کم 2 بار تخریب، 23 بار محاصره، 44 بار مورد تصرف و بازپسگیری و 52 بار مورد هجوم قرار گرفته است. بخشی از شهر موسوم به شهر داوود، نخستین نشانه‌های سکونت در هزاره چهارم پیش از میلاد را به صورت اردوگاه‌های چادرنشینان نشان می‌دهد. در دوران بنی اسرائیل ساخت و سازهای عمده در سده 9 پیش از میلاد عصر آهن آغاز شده و در سده 8 پیش از میلاد شهر به مرکز دینی و اداری پادشاهی یهودا تبدیل شد. در سال 1538 میلادی دیوارهای شهر را برای واپسین بار توسط سلیمان یکم بازسازی شد. در ادامه به خلاصه از چند روایت جذاب در مورد اسرائیل می‌پردازیم. به آلبرت انیشتین ریاست جمهوری اسرائیل پیشنهاد شد ولی او نپذیرفت. بیشتر شهرت آلبرت انیشتین به دلیل تئوری نسبیت او در فیزیک است، ولی او علاوه بر فیزیک در سیاست نیز فعال بود. در بسیاری موارد به دلیل شهرت او نظر وی در مورد مسائلی کاملا غیر مرتبط با فیزیک و ریاضیات که تخصص او بود مورد پرسش قرار می گرفت. او به دلیل موقعیت اجتماعی توانایی آن را داشت که در زمانی که بسیاری به دلیل قدرت آلمان نازی ساکت بودند، نظرات واقعی خود را اعلام کند. وقتی ترومن رئیس جمهور آمریکا در سال 1948 اسرائیل را به رسمیت شناخت، انیشتین آن را تحقق یافتن آرزوهای یهودی دانست. انیشتین در هیئت رئیسه دانشگاه عبری اورشلیم از ابتدای تأسیس آن بود. وقتی هیم وایزمن شیمیدان رئیس سازمان جهانی صهیونیسم، کاشف استون، استاد دانشگاه و اولین رئیس جمهور اسرائیل در سال 1952 از دنیا رفت، از انیشتین درخواست شد که رئیس جمهور دوم اسرائیل شود، ولی او گفت که نه توانایی و نه علاقه به تعامل با انسانها دارد. او نوشت: این افتخار بسیار بزرگی برای من است و من بسیار ناراحتم و شرمسارم که نمیتوانم آن را بپذیرم. کشف یک شرابسازی باستانی در اسرائیل، مجتمع 1500 ساله برای تهیه شراب. این مجتمع شرابسازی در جریان حفاری‌های پژوهشی طی 2 سال در شهر باستانی یبنه در جنوب تل‌آویو کشف شد. این مجتمع شامل 5 دستگاه پرس، انبار، کوره برای تولید ظروف ذخیره‌سازی خاک رس و ده‌ها هزار خمره و کوزه است. به گفته یک باستانشناس اسرائیلی، شراب در گذشته فقط یک نوشیدنی صادراتی یا منبع لذت نبوده، بلکه با توجه به آلودگی آبها یک منبع اصلی و بی‌خطر تغذیه به شمار می‌رفته است. به گفته اداره باستانشناسی اسرائیل، کشف این مجتمع نشان می‌دهد که یبنه در دوران امپراتوری بیزانس یکی از مراکز مهم شرابسازی بوده است. قبل از اینکه مورد بعدی رو بگم، اگه تا الان این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایکش کنید. هدهد یا شانه به سر، حیوان ملی اسرائیل. این پرنده نام‌های مختلفی در زبان فارسی دارد. هدهد و شانه به سر 2 نام اصلی اویند که اولی به صدای وی و دیگری به کاکل شانه مانند روی سرش اشاره دارد. پوپک نام دیگری است که از پوپ به معنی تاج پرندگان گرفته شده و مرغ سلیمان هم نامی است که به نقش وی در ماجرای پیامبری او از سلیمان به بلقیس ملکه سبا اشاره دارد. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید تا ببینیم چرا شهر اورشلیم یا بیت المقدس برای پیروان 3 دین بزرگ یکتایی مقدس است. مورد بعدی، پاسپورت کشور پاکستان تنها پاسپورتی است که در کشور اسرائیل قابل قبول نیست. طبق قوانین ملی، گذرنامه‌های پاکستانی برای سفر به اسرائیل فاقد اعتبار است. با این حال، پاکستانی‌ها ممکن است پس از دریافت تاییدیه وزارت خارجه اسرائیل به این کشور سفر کنند. قبل از دیدن رازهای اورشلیم، خوشحال میشم نظرتون رو در مورد این ویدیو تو کامنت برام بنویسین. از جمله این که این نوع دانستنی‌ها رو دوست دارین؟ جروسلم یا اورشلیم یا بیت المقدس فرقی ندارد.
شهری است که نامش دل مسلمان و یهودی و مسیحی را می‌لرزاند. نامی که پژواکش از پس قرنها تاریخ مشترک و البته مورد مناقشه همچنان به گوش می‌رسد. قلب بیت المقدس شهر قدیمی با کوچه‌های باریک و تو در تو، با معماری تاریخی که مشخصه هر 4 محله اش است: محله مسیحی‌ها، محله مسلمانان، محله یهودی‌ها و محله ارمنی‌ها. دور تا دور این شهر قدیمی را دیواری سنگی مثل دیوار قلعه‌های قدیمی گرفته، دیوارهایی که برخی از مقدس‌ترین مکان‌های روی زمین را در خود جای دادند. هر محله به نام دینی است که پیروانش بیشتر در آن زندگی می‌کنند. البته مسیحی‌ها در حقیقت 2 محله دارند، چون ارمنی‌ها هم مسیحی‌اند. محله ارمنی‌ها از 3 محله دیگر کوچکتر است و یکی از قدیمی‌ترین مناطق ارمنی نشین دنیاست. محله ارمنی‌ها از این جهت که فرهنگ و تمدن خاص خودش را در قالب کلیسای جامع یعقوب مقدس یا سنت جیمز و صومعه آن حفظ کرده، منحصر به فرد است. کلیسا. محله مسیحی‌ها خانه کلیسای مقبره مقدس است، بنایی که برای همه مسیحی‌های جهان مهم است، چون به باور مسیحیان داستان زندگی عیسی از مصلوب شدن تا مرگ و رستاخیز همینجا رخ داده. آنطور که در اکثر روایت‌های مسیحی آمده، عیسی را همینجا به صلیب کشیدند. قبرش هم داخل آرامگاه است و رستاخیزش هم همینجا بوده. هر سال میلیون‌ها مسیحی از سراسر جهان برای زیارت قبر خالی عیسی اینجا می‌آیند و طلب آرامش و رستگاری می‌کنند. مسجد. محله مسلمان‌ها از 3 محله دیگر بزرگتر است. مهمترین جای محله فضایی است که مسلمان‌ها به آن حرم شریف می‌گویند. هم مسجد الاقصی هم قبه صخره در همین فضا واقع شده‌اند. مسجد الاقصی پس از مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه مقدس‌ترین مقام در دین اسلام است و اداره آن به عهده بنیاد وقف و در رأس آن مفتی اعظم بیت المقدس است. مسلمانان معتقدند پیامبر اسلام از مکه به اینجا سفر کرده و با روح همه پیامبران پیش از خود عبادت کرده بوده است. چند قدم آنورتر بنای قبه صخره قرار گرفته. صخره در واقع سنگی است که مسلمانان معتقدند پیامبر اسلام از روی آن به معراج رفته. دیوار. محله یهودی‌ها خانه دیوار ندبه یا دیوار غربی یا دیوار براق است که در زبان عربی به آن کتل می‌گویند. یهودیان معتقدند پرستشگاه اورشلیم یا هیکل مقدس اینجا واقع قرار داشته. حرم درونیش یا همان قدس الاقداس مقدس‌ترین مکان یهودیان بوده و هست. یهودیان معتقدند سنگی که جهان با آن بنا شده اینجا بوده و همینجا بوده که ابراهیم می‌خواسته پسرش اسحاق را قربانی کند. یهودی‌های بسیاری بر این باورند که قبه صخره جایی است که قدس الاقداس قرار گرفته بوده. امروزه دیوار ندبه یا دیوار غربی نزدیکترین جا به قدس الاقداس است که یهودی‌ها می‌توانند در آن عبادت کنند. اداره دیوار بر عهده خاخامی است که به خاخام دیوار ندبه معروف است. با این حال، اوضاع در بیت المقدس روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. شهری که سرنوشتش یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مناقشه اعراب و اسرائیل است.